آزاد آباد وطن زندگی داریم باید که شکرانه کنیم. پیغمبر بزرگ میگم و من لم یشکر الناس یشکر الله. کسی که انسان هم شکر نمیکنه باید الله هم ناشکره. شکرانه کنه این انسان بزرگ انشاءالله که در جمعیت ما و شما خدا خود مستفیده هستن، چقدر دانشمندا هستن، چقدر عالما هستن، شکرانه کنیم. البته پیشرفتی دنیا و دین و علم است عزیزان من. باید که ما و شما علمدارها بسیار شیم. اگر این برادر را تاکید میکنیم بچه ها که انشاءالله خدا خود آینده خونیم، آینده بچه ها صاحب علم کنیم، صاحب کسب و کار کنیم که خار نشوند، زار نشوند. عزیزان من امروز چندین جوانکای ما شما از وطن دور، چندین جوانکای ما شما محترم جوانتی عزیزان من چقدر از پدر دور، از مادر دور، از خواهر و دادر دور، حتی که از انشاءالله مجموع محفل ها دور. اینه انشاءالله خدا خواهد 2 سال و 3 سال نشاد دیدار یا دیگر نمیبینیم. همش باعث چی است؟ به علمی است عزیزان من. اگر علمدار شویم انشاءالله وطن بگنده نیست. امروز البته حکومت هر کاری که برای پیشرفت جمعیت دارد، پیشرفت دنیا و دین دارد، همش منفعت ما و شما است. لیکن افسوس که ما به خد این نرسیده سادیم. افسوس که امروز حالم چشمام و انشاءالله خدا خواهد کود است، حالم چشمام نقشایده سادیم. پلا بیکار صرف داریم، پلا در جای بیمنی صرف داریم، پلا در جای نصرف کنیم، کارهایی کنیم که انشاءالله خدا خواهد سعادت دو دنیا دارد. البته دینی ما و شما دینی اکانومیک است، دینی ما و شما دینی انشاءالله پاک است، دینی بزرگ است عزیزان من. یکی افسوس ما و شما چکار میکنیم انشاءالله خدا خواهد و این قبلش نمیسیم. البته دنیا همه خیلی است، دنیا عجایب است، دنیا خدا خواهد گذرا است. همه ما و شما مهمان هستیم. امروز از سحر است در راه سفر هستیم. در حق دنیا یک شاعر بزرگ البته حقیقت گفت انشاءالله یکسر مثل های شعر خدا خواهد به شما میرسانیم و تحلیلش میکنیم. عیناً چیخل دنیا باید که ما و شما شکرگزار باشیم. در این دنیا خدا خواهد همه نمون انسان است. یکی دیده میگه، یک کس دیده میگه شکر کن، میگه یک کس دیده، یک کس دیده شکر کن، یک کس دیده صبر کن انشاءالله خدا خواهد. حیات میخیر است. بزرگان شاعران میگن بینید دنیا چی است. یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد و بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. عزیزان من این دنیا همیشه دنیاست که یکی بیچاره، یکی تنها، پدر ندارد، مادر ندارد، اکا ندارد، دادر ندارد، خواهر ندارد. بینید عجب دنیاست. تنها زندگی میکنند در یک خانه خالی. عجب دنیاست. یکی باشه چی؟ یعنی لب تشنه در صحرا. تشنه و تشنه بسیار است امروز. اگر ما عبرت گیریم میگه زمین تشنگان و گوشنگان و شما که بعضی من مملکت ها را نظر می اندازیم امروز در نان زار هستند، در دیگر آب زار هستند، دیگر همین چیزا را دیده میگه خود چشم عبرت میگه چیکار کن. البته انشاءالله خدا خواهد یعنی توبه کن، رو انشاءالله و چی طاعت رو و عبادت بیار. یکی چون ماهی در شست، یکی به پول، یکی پول مست. یکی به پول، یکی پول مست، یکی به پا، یکی به دست، عجب دنیاست این دنیا. بینه یکی پولش در کجا گم کردن نتونسته است. پول مست خدا دادش الحمدلله. دولت زاید، پول مالی زاید کجا در صرف کردنش نمیدوند. پول مست. یکی به پول یکی بیچاره شب و روز از پای پول میدود، از پای پول. یکی دست دارد، یکی به دست، یکی پا دارد، یکی به پا. باید ما شما انشاءالله دنیا عجیب شکر کنیم. البته از به دست ها پرسیم قدری دست دار. یک بار پرس خدا خواهد یک به دست پول دست شد، میگه این دست چی نعمتش بزرگ است. از میگه به چشم قدرش پوز باید به چشم ها باشد پیشنوی. چیکار میکنن انشاءالله خدا خواهد از روی چشم شکایت میکنن. ما چندین میریم میگن حضرت میگن یک دعا کنین الله سبحانه و تعالی شاید چشم ها مکشاید. من آرزوم هم نیست یک دنیای روشن ببینم، یک مادر ببینم، یک فرزندکای چی رو ببینم. ما چشم قدرش نمیرسیم. شب و روز در کارهای نادرست، شب و روز در تلفن، در زیر تلفن انشاءالله صرفش میکنیم. چشم نورش از دست میتیم.
این چشم در کارهای نادرست صرف داریم. گفتی شاعر میگه چشم از برای دیدن آیات قدرت است. عزیزان این چشم الله برای آیات قدرت دیدن ما شما ندادش، برای عبرت گرفتن دادش. خیلی که یک کسی میبینی خار، یک کسی میبینی زار، یک کس پولدار، یک کس بی پول، به همین چشم قدرت میگه تونم چیکار کن، حرکت بکن کن انشاءالله خدا خواهد. تونم انشاءالله خدا خواهد این پلان بیکار صرف میکن. این پلان خدا خواهد همش این خوری ها بازاری دارد. عزیزان من این بایگری هم خیلی با آسانی نمی آید. چقدر مشقت میکشید، چقدر زحمت، 3 سال و 5 سال و 10 سال در مسافریت ها میدوی برای بای شدن، یا نمی میدوی برای پولدار شدن، میدوی برای خانمان زیبا کردن میدوی، لیکن قدرش نه خدا برسه انشاءالله. خدا هم بیکاری عقل نداد. عقل پیشروی حیات است عزیزان من. اگر پول خودش اختیار همونی در 1 ساعت مشکل میپرتایی. عقل بیکار نداد، عقل پیشتر حیات است. برای این شیخ سعدی میگن عقل ها را یاری دهد، مشورت و ادراک و هوشیاری. ما شما را مشورت میتیم، نصیحت میتیم عزیزان من که آگاه باشین، هوشیار باشین انشاءالله. این همه نعمت ها را البته انشاءالله با قدرش برسیم عزیزان من. ببینید شاعر در دوام آیه چی میگن؟ یکی با لعل خندان است، یکی با چشم گریان است، جان لرزان است، عجب دنیاست این دنیا. بینه یک آدم است که گناه کرده بدنش در لرزه که امال این سفیدات میکرشه، امال مردم بدرغم میکرشه، میگه جانش در لرزه، شب و روز ترسیده میگرده که مبادا گناه اثبات شده مونه. یعنی میگه باطن لرزان است عزیزان من. اگر گناه نداشته باشی، جنایت نداشته باشی، از هیچ کس نمیترسی. امروز چندین جوانا گریخته رفته ساجن جنایت کردن. از ترسی چی؟ از ترسی حبس خانه، از ترسی خدا خواهد انشاءالله خوا شدن، از ترسی انشاءالله حکومت. امروز در بدنش یا که یک گناه هم یکنی شب سحر برای اثبات نشم چقدر از خدا بترس. خواهی که انشاءالله خدا خواست سر بلند باشی، خواهی چهره کشاده باشی، خواهی بین مردم حرمت و آبرو داشته باشی، گناه نکن عزیزان. نه که بسر گناه نرو. همه گناه عاقبتش خاری است، عاقبتش شرمندگی است، عاقبتش مردم حتی بیزار میشوند. حتی مردم در حق دعاهای بد میکنن. برای چی در کار؟ 50 سال و 60 سال خودش عمر داری، 50 سال 60 سال عمره باید که با یک خوبی، با طاعت، با عبادت، با زیباگی و مردم نفع میرسوندگی باید که انشاءالله خدا خواهد شما چیکار کنیم؟ انشاءالله خدا خواهد این عمرها را گذرانیم. این عمرها را یک بار میتید عزیزانی من. در دنیا یک بار میایی، دوبار اومدن نیست. محل گشتن نمی آید دوباره، صدها زنی خود به سنگ خاره. صدها سال در سنگازنی هم یک بار میایی خلاص. 20 سال است، 50 سال است، 70 سال، یک بار خدا عمرت میتید. همه عمره میگد غنیمت دار. تو امروز عمره غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار. عزیزانی من بگه خدا خواهد من پیشتگی آرزو بکنه که یک بار یا شو میکن. خدا خواهد اگه فهمیدم دنیا را که هیچی نبوده، اگر از خدا خواهد 5 سالم کنی، 10 سالم کنی حافظ قرآن میشم، 10 سالم میکنی عالم خیمیک میشیدم، عالم فیزیک میشیدم، عالم دیگر میشیدم، نه که با آرزو نمیشود. ابوبکر صدیق یکی یاری رسول الله صلی الله علیه وسلم، بهترین شخص انسان بودن، میگن انسان با آرزو نمیآورد چیزا. حضرت میگن آرزو کتی نمیابی، آرزوی حواله نشو، هر دم تو غنیمت شمار. میگن هر دم امروزش غنیمت دار، میگن فرداش در گمان است. تو امروز وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار. فقط باید پشیمون میشه لیکن سود نمیکنن. عمرت که گذشت، وقتت که گذشت، یا که بعد بین مردم شرمنده شدی، بر 1000 برا عذر پس، 1000 بعد گریه کن. مردم دوست نمیدارم. من بعض جوانان را میدونم که از چنان بیقدر شنگی هستن که حتی مردم انشاءالله سلام کردن حاضر میکنن. این باعثی که از کی عیب دار است؟ الله یا پیغمبر یا عالم ها. کی عیب دار است؟ خودت عیب دار هستی. چون که عیبه که کردی البته جزاش در دنیا میکشی. اگر با توبه نکنی، با ادامه کردن گیری، الله سبحانه و تعالی مصیبت بالای مصیبت دادن میکنه. دنیا همه خیلی است.
یکی یاری وفادار است، یکی به رحم و جلاد است. ببینید یکی مثال یار ندید، وفادار یار دارند، از زنش خرسند است. خدا یک زنی مناسب دیدد خوب، زنی با طاعت با عبادت، زنی که خدا خواست صاحب حرمت میکند، عزت میکند، انشاءالله خدا خواست دنیا همین است. و چیه؟ یاری وفادار دارد. الحمدلله زنهای عزیز صدای من میشنوید و شوهرات وفادار باشید، شوهراتون حرمت کنید، انشاءالله عزت کنید. ببینید شوهراتون دوست دارید، خدا خواست از خوب بودن شما مردهای شما در بین جمعیت فخر کرده میگردن. الحمدلله ما هم چی داریم؟ شوهر داریم انشاءالله خدا خواست. ما هم زن داریم. یعنی میگو زنی فرمان برداری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. اگر زنی فرمان بردار داشته باشی، زنی اکونومیک مکرگی داشته باشی، مرد پادشاه میکنه. زنی فرمان برداری پارسا کنند مردی درویش را پادشاه. همش هم خمخوری غم مدار، چو یاری موافق بود در کنار. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولی از زنی بد خدایا پناه. اگر میگه روز چقدر زحمت کشی، شو اگر در کنار غمگسار باشه که مرده غم میخوری، همش جا بجا میشه. غم دنیا را نخور، کی گشنگی مرده است، کی تشنگی مرده است، همش میشان مرده جان در جان مرونگا همون شبا غم ها یادت میبراید. زنهای بیشتر یک نمودش همین است که زنهایی که خدا خواست بیشتر وقتی که شوهرش میگد از کوچه می آمده است، کوچه میدیده است که شوهرش غمگین است، یگان کس خفش کرده است، یگان گپی سخت زدگی است، گفته است که دستم در دست میمونم، یگان طعام نمیخورم تا که از من راضی نشم. وقتی که میگن همین سخنک باید میگد وای بهشتی است. بهشتی شما از مادرای عزیز، خواهرای عزیز، شوهراتون است انشاءالله. خلاقت شوهرات انشاءالله حرمت کنه، عزت کنه خلاقت انشاءالله. یکی مشتاق دیدار است، عجب دنیاست این دنیا. یکی میشه این چی است؟ یعنی مشتاق دیدار. من امسال که این فرزندکامو در سفر هستن همه مشتاق چی هستیم؟ دیدار شو هستیم انشاءالله. همه روز شب و روز مادرها، شب و روز پدرها، شب و روز اکا داده که خداوند و احسانمان انشاءالله بچه که بیاد دیدارش یک بار بینم، یا بچه ها در اونجا دیداری چی؟ مادر نظار الحمدلله، دیداری پدر نظار، دیداری اکن نظار، دیداری دادر نظار. عجب دنیا است عزیزان من. کار کنیم که انشاءالله خدا خواست اینا را انتظار نکنیم، یا که حتی فرزنده هستن که امروز رای پدر نظار هستن. کدام شکایه را بینن میگه یک جوان وقتایی میگه تربوز پزا بود، تربوز پختگی، وقتی که میگه کوچه نمیره تو یک تربوزی کشیدگی، یک کودک تربوز میخورد. تو بچه هم برای چی تربوز خورده ساده ای؟ پدرمو در رسی است، پول نداریم، این مرد نمیشود، مرد باید آیلش تامینات داشته باشد. این است که آخر نداریم، مجبورم این دیلم گم زد تربوز خوردم. جوان میگه رفتیم در شاش دیگه است، جوان میگه رفتم میگه یک دو تربوز گرفتم، آورده میگه از جهان میشه زده کفوندم. اینا نخ بچم انی حلال ان تازیه که خود ان نشه با دو درام میگم دارد روز نبر عزیزانی من. و یک گومید سفر میکنیم میگو بچه من زن من زندگی من ناز کنم، برای چی نکا بیپل میمونیم، برای چی نکا خور میکنیم، برای چی نکا زور میکنیم. از خدا بترس انشاءالله. خدا خواهد بچه یکا دخترات خدا خواهد خوش رو خونون، شروع خدا خواهد انشاءالله. خدا خواهد چیکار کن پوشون خوش رو انشاءالله زندگی کنون. و یک امید میره خدا خواهد این زنی بیچاره فهم میکنی، ایگوی که خدا خواهد برم پولت میپوسنم، برم احوالت میپوسم، حتی بعضیاش میگه تلفن نمیکنه، دام ماها میشود منتظر یک سخنی شوهر مست میگه بینه این خیلی نکنه بچه های عزیز خدا خواهد. البته سلام میراد به همه دنیا، البته خدا خواهد حرمت کنی، عزت کنی انشاءالله. خدا خواهد البته انشاءالله فرزندگات نوازی که باید فرزند شماست. آرام نشو 20 سال بدم 30 سال بدم بچه کی بچه خدا خواهد اکه حیدرعلی میگن، بچه کی بچه بای صوفی بیگ میگن، بچه دامنون میگن، چون که شما فرزند او فرزندا با یک امید در این دنیا قدم موندن. الحمدلله دعا کردی ربی حبلی من لدنک ذریة طیبه، از خدا دعا کردی که من در فرزند صالحه، من فرزندای خوب ته نکی دادن. امروز چیکار داری؟ امروز چیکار کرده ساده عزیزان من؟ شعار باشین انشاءالله. خدا خواهد یکی از آدمی دور است، زی سرور مست و مغرور است،
و فکرش از خدا زور است، عجب دنیاست این دنیا. و بعضی خدا خواهد 4 تنگه پول یافته است، خودش نگه چی وی خدا خواهد زوره وی رکته وی و انشاءالله مسئله حل کنه وی گویا که خدا خواهد در نزد مردم چی خودش انچنان که از خدا هم حتی زور میداند. میگم از همه چیز میاییم. بعضی پول داره امروز جنایت داره، نفته من با پول خلاص بشم و انشاءالله جنایت کردن آبرو نیست زیزانی من. انسان شدن آبرو است. حالی عالم بزرگ گفتن که عالم شدن آسان است، آدم شدن مشکل است. عالم شدن چی نیست؟ شب روز در بالای کتاب شین خون عالم میشه. نه که عالمیه با استفاده بودن آدم شدن مشکل است. نگو که من 4 تنگه پول دارم و از خدا زورم. از خدا در دنیا کسی زور نیست. الله سبحانه و تعالی ما شما را میگه که حضرت مولوی نداری بر کفیفا طاقتی خار، دلیلی چون کنی در گلخنی نار. نگاه در پاکت یک تا خار میخله طاقت کردن نمیتونی. یک تا خار چقدر میگه دلیلی میکنی در گلخنی نار. ای دست چی بیاده چی نمیاد. ای لحمی ضعیف مائل نار مشو، کار کن و با سقر گرفتار مشو. تو میگه ای لحمی ضعیفی تا یک پارچه گوشت یک قطره خدا خواهد آبی پلید تو در خدا